وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 اپریل سال 2024 با نشر یک اطلاع ویژه خبر داد که مقامات در پی تهیه رویخط یگانه افراد میباشند که از حساب فال بینی، سیر و جادو، نوشتن تومار و تشتاب و دیگر راهها به عقیده مقامات مردم فریبی روز میبرند و آنهایی که غیر قانونی تعلیمات دینی میدهند رویخط کرده میشوند. وزارت کارهای داخلی افزود در عین زمان مجازات برای چنین اعمال نیز شدیدتر گردیده بر اساس تغییر و علاوه هایی که باید به قانون وارد کرده شوند برای سیر و جادو، فال بینی، تومار و تشتاب دهی و تعلیمات غیر قانونی دینی جزا در نمود کارهای مجبوری به مدت تا 6 ماه تعیین کرده خواهد شد. در اطلاع وزارت کارهای داخلی چنین گفته شده است: در قلمرو جمهوری تاجیکستان کارهای سنجشی و پروفیلاکتیکی اوید به پیشگیری قانون شکنی‌ها وابسته به رعایت نگردیدن طلبات‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر و تعلیم و تربیت فرزند، درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی و غیره ادامه دارد. در این زمان در این زمینه نظارت از بالای شخصانی که به سیر و جادو، تعلیمات غیر قانونی دینی، ملاهای تومار و تشتاب دهنده عملی کرده شده برای این گونه شخصان فهرست یگانه به قیدگیری جاری کرده شده است. وابسته به چنین قانون شکنی ها در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اوید به پرزور نمودن جوابگری و جنایتی و مأموری تغییر و علاوه ها وارد شده ایستادند. به شخصانی که به مردم فریبی یعنی سیر و جادو، فال بینی و تعلیمات غیر قانونی دینی مشغولند جزا در نمود منت مجبوری به مدت تا 6 ماه تعیین کرده می شود. تا کنون جزا برای فال بینی و سیر و جادو و من طور برای تعلیمات دینی جریمه بود. هشدار وزارت کارهای داخلی درباره ترتیب دادن رویخط سیاه فالبینا و جادوگران و سخت‌تر کردن جزا برای چنین اعمال در حالی است که طوری به نظر می‌رسد اخیراً در تاجیکستان یک معرکه گسترده به ضد افرادی که زیر لباس طبیبان خلقی به فالبینی و سیر و جادو مشغولند برای انداخته شده است. تنها از اول ماه مارس و تنها در ولایت ختلون علاقه بیش از 50 نفر را برای عملهای چون فالبینی و سیر و جادو و دیگر شکل‌های فالبینی دستگیر کرده به جوابگری کشاندند. در تاجیکستان از سال 2006 فالبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده، برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است.